سلام اوس عبدال. نه حیف کامل صدات نزنم. سلام اوست عبدالحسین برونسی. خوش اومدی. خسته نباشی. میدونستم میایی. اصلا نرفته بودی که بیایی، اما از چشم غیر پنهون بودی، ولی حضورت سبز بود. یادت همیشه عطر خاک داشت، انگار از ازل با خاک آشنا بودی. خاک برایت ارزش داشت. آنچه دیگران در طلا جستجو می‌کردند تو در خاک یافته بودی. دست بر خاک، پیشانی بر خاک و بوسه هایت نیز. وقتی بنایی را می‌ساختی می‌دانستی چه می‌سازی. آنچه می‌ساختی نه راست بود و نه چپ. کلبه های عشقی که ساختی هرچند طبقه نداشت، اما مستاجران فراوانی داشت و ما نیز در جستجوی همین خانه هایی. پس عزم سفر کردیم به خاطراتت تا رد گام هایت را بگیریم. شاید ما نیز کوچه روشنایی را پیدا کنیم. وارد شهر کتکن می شویم و سپس راه گلبو را در پیش می گیریم، جایی که بوی گلت را حس کنیم. حس می کنیم تو این راه را بارها و بارها پیموده ای. اما حالا چه؟ نسل امروز از تو چه می داند؟ اصلا تو را می شناسد؟ اگر بله، تا چه اندازه؟ اگر نه، چرا نمیداند؟ مقصر کیست؟ چرا امروز قهرمان‌های کاذب جایت را دارند میگیرند؟ نمیدانم چه بگویم. در ادامه راه چوپانی آدرس آخرین پیچ و خم‌های راه گلبو را نشانمان می‌دهد. سلام علیکم. خسته نباشی. روستای گلبو کجاست؟ این پشتن. چقدر مونده برسیم بهش؟ این پشت کوه آذرانیه. از خیلی راه نمونده. دست شما درد نکنه. خسته نباشی. مسافتی را که طی می‌کنیم چند پسر بچه شاد و سرحال ما را به وجد می‌آورند. بچه‌ها روستای گلبو اینجاست؟ بله. اینجا گلبو اولیاست یا سفلا؟ اولیا. بعد شهید برونسی مال گلبوی اولیا بود یا سفلا؟ اولیا. شهید برونسی خونه‌شون کجاست؟ مشهد. نوشابوره. مشهده؟ نه همین اینجاش کجاه؟ فرسش همینجا بوده. بچه ها با لبخندهای قشنگ و کودکانهشان ما را ترک می‌کنند. آنها راست میگویند. تو متعلق به یک مکان که نیستی. نیشابور، مشهد، کتکن، گلبو، بوی خاک، بوی گل، بوی سبزه و اینک گلبو. و خادم پیر مسجد که به استقبالمان میاد. یکی از همسایه ها با چند چای داغ و خوشرنگ خستگی